سلام بچه ها، اومدیم با یه ویدیو دیگه. ما از اینجایی که من دروازه‌بان دفاع رو واسهتون گذاشته بودم گفتم بذار توی ویدیو همش رو با هم دیگه نشون بدم. خب الان من اینا رو اول دروازه‌بان، دفاع، هافک و مهاجم. نه اینا مهاجمن، اینا هافکن. اشتباه شده، شما صاف شین. خب بچه ها ببخشید من داداش کوچولو دارم همش سرصدا میکنم. خب حالا ما قراره اینا همشونو واسهتون تو ویدیوی امروز نشون بدیم و نظراتتون رو تو کامنت ها بهم بدین. و یک سابسکرایبر تا الان داریم، اگر 10 تا بشه هر 10 تا سابسکرایبر یک کارت میدم، هر کارتی باشه، مثلا 10 تا اول بیسیک، بعد ادوانس، بعد مثلا پرایم، بعد کلا، بعد مثلا 40 تا یه امضا میدم اینطوری. خب بچه ها بریم سراغ ویدیو. اول گله نشوندم، بعد دروازه‌بان، ببخشید دروازه‌بان، دفاع، هافک، مهاجم. خب این مهاجما برن کنار، هافک هم برن کنار و دفاع هم برن کنار. بریم واسه دروازه‌بانو. اینایان بشه شاید تغییر کنید، چون من شاید دوباره آورده باشم ازشون اشتباه شدش. نویر و یاشین، جان لویجی بوفون و الیور کان. اینا که نشون میدم هر 10 تا پست خودمه، یعنی تو کیمدی خودم 10 تا برترین دروازه‌بانی که من تو کیمدیم دارم. رویال دوناروما رویالش هم داشتم، لیستیکش رو بردم. خیلی خوب. مانیان چند تا دروازه‌بان رو 5 6 7 8 9 10 11 تا بردم. آقا این بره بیرون، اشکال نداره. دیدا و یان 2 تا یانسومه رو بردم. چرا؟ که 1 5 درسته، 2 تا یانسومه رو بردم و حواسم نبود این 2 تا میرن کنار. آقا این 10 تا دروازه‌بان برتره من که به نظر من بهترینشون یاشین فعلا. اینا که انتخاب میکنم و میخوام ترکیب دستشین ازشون بچینم. خب حالا یاشین میره تو ترکیب ما این کنار، میزنمش اینجا که ببینید. خب حالا میریم سراغ 10 تا دفاع برتر کیمدی های من، نه دنیا. راموس، مارسلو، فابیو کاناوارو، آنتونیو رودیگر، کارلوس پویول، روبرتو کارلوس، کافو و کمپانی. و اینجا فاندایک و ادرمیلیتائو. بازم تاکید میکنم که فکر نکنین به از نظر من بهترینا نیستن، اینا رو من داشتم. 10 تا دفاع برتر تیم خودم. خب منم از اینجا 4 تا دفاع برمیدارم. یکی 100% راموس، کارلوس، مارسلو، ویرجیل فاندایک. این 4 تا من برمیدارم آقا، از بین همینا این 4 تا رو برمیدارم. خب نمیره کنار، میریم سراغ هافبک. اوکی. هافبک رونالدینیو، هافبک بسیار خلاق. فدریکو والورده، هافبک خیلی خوبیه. ژاوی، هافبک عالی بارسا چندین ساله اسپانیا. اینجا
کاکا، تونی کروس، اینجا تونی کروس، لوکا مودریچ، فرانچسکو توتی. از نظر عموم گفتم همش میرم کیمیا میبره خونه عموم میگم ترکیب باشون بساز. توتی رو همیشه میاره. دیوید بکام، کوین دی بروینه و گل سرسبد زینالدین زیدان، یکی از بهترین بازیکنان رئال مادرید. نه هافک. خب من 2 تا هافک از دنیا بردارم، یکی زیدانه یکی بکام. نه جدی واسه حساس شد. بخوای 4-3-3 بچینم بده خوبه. آقا 3 تا برمیدارم من. این 3 تا رو من به نظر انتخاب برتره. اینا میرن کنار. تا الان انقدر کارت کنار رفته و انقدر کارت هم رفته تو ترکیب اصلی. و خدا میرسیم به مهاجمان تیممون. خب اولین مهاجم لوئیس فیگوه، گاریت بیل، محمد صلاح، سون، هری کین. اینجا میگه واسه چه خالی گذاشتم. هالند، کریستیانو رونالدو، صلاح یه پایین، کریستیانو، پله. وای مسی ها کجا دارم. مسی، صلاح و رونالدو، نازاریو. من از این 3 تا داره گوشم خاموش میشه ببخشید. من رونالدو، پله و لیونل مسی برمیدارم. بقیه ریز میشوند تا بریم ترکیب رو بچینیم و بهتون بگم. کارته که مثلا مرتب کنم و آخر سرم اگر وقت شد بهتون کارتمو نشون میدم. این 3 تا مهاجممون هستن. خب آقا ممنون از اول و آخر یک نگاه ریزی بهشون بندازین. خب لویاشین درون دروازمون هستش. دفاع ویرجیل فان دایک. اینجا آقا مارسلو مجبورم چون روبرتو کارلوس این بر راموس، اونا رو واسه مهاجم نیست. میخواد اینو بچرخونم نه خب همون قد میشه کمتری. آقا یاشینم یه دقیقه من یه تغییر بدم. حالا فکر کنم بهتر شده باشه. باستین از این ور تحمل کنید یکم به تو. اینجا لویاشین رو داریم درون دروازه. جناب مارسلو، راموس، روبرتو کارلوس، رونالدینیو، دیوید بکام و زینالدین. اینجا زیدان، اینجا بکام، اینجا لیونل مسی، پله مهاجم ناکه و اینجا کریستیانو رونالدو. این ترکیب منتخب کیم جای منه. همه کم اینو روی کم ریدم بسم منه دیان. خب اینا هستن. بچه خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من بودین و حتما ویدیو رو لایک کنید
تا یه ویدیو دیگه، بدرود و خوش باشید.